سلام، به اولین ویدیوی چنل یوتیوب من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام توی خونه ناخونامو ترمیم کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد. وسایلی که لازم داریم مثل همیشه LED خشک‌کننده لاک، سوهان برقی و بقیه وسایل مثل سوهان دستی، نیپر، تیپ، لوازم پودر و غیره. اینم ناخونای من قبل از ترمیمه که میبینید چند تاشون هم کلا شکسته. خب اینجا تو مرحله اول باید سرسوهانم رو عوض کنم و یه سرسوهان سخت انتخاب کنم و بعد باید لاک ژلم رو از روی ناخونم ریموو کنم. خب من لاکا رو از روی دستم ریموو کردم. حالا بریم کوتیکولا رو بزنیم عقب و سوهان بکشیم دور ناخونامونو. سرسوهان رو عوض میکنیم. سرسوهان شنی. کوتیکولا رو اینجوری عقب میزنیم اگه نشون بده. این که دستم انجام میدم. الان با سرسوهان شنی اینا رو دادم عقب و مرتب کردم. الان فقط باید با نیپر، با این تیز سرش، باید این پوستای اضافه رو که بهش میگن کوتیکول بردارم. بریم سراغ سوهان کشی. خب کوتیکولا رو گرفتم، سوهان کشیدم. این از این انگشتم. حالا نشونش میدم باز. بعد الان میریم سراغ مرحله، یعنی تقریبا سختاش گذشت. اونایی که ذره طولانی تر بودن اونا گذشت، ولی خب یه مرحله سخت دیگه هم مونده که مواد گذاریه. بریم وسایلشو نشون بدم. اول از همه که پودر of course. اینم لیکوید که خیلی هم بوی بدی داره. اینم تیپ که آره نشونتون میدم. بذاریم اونجا. دستمال کاغذی که حتما میخوایم و اینم قلم پودر. اول از همه این ناخونایی که شکستن باید اینا روشون دوباره تیپ گذاشته باشه، بچسبونیمشون، بعد روشون مواد بذاریم که دیگه همشون یه دست با هم انجام بدیم. خب این تیپ ها بود که گفتم. بذارین یه دونشو در بیارم. این شکلیه. میچسبه این قسمت ناخون، حالا برای این بزرگی، ولی خب میچسبه این قسمت ناخون و بعدش روش مواد میذاریم به حالت ناخون مصنوعی. خب فقط یه دونه کوچیک‌تر باید پیدا کنم برای این. چند شماره‌اش؟ 7. آره 7. آره این مناسبه. این انگشتمه، انگشت اشاره. بعد انگشت کوچولومم کوچیک‌ترینشون. این چند تا شماره داره. این رو درش حالا معلوم نمیشه ولی شماره‌اشو زده. اینم برای این مناسبه، اندازه بود. و دیگه این کوچیکه. این فکر میکنم مناسب باشه. چسب اینم لازم داره. اینم چسب این ناخون مصنوعی هاست یا همون تیپ هاست. چه زدایی؟ ایده
صبر کنید. قبلش باید این سطح اینو با سوهان برقی، حالا این سرسوهانش رو عوض میکنم، باید خط و خش بندازیم که بهتر بچسبه به صدف ناخن. بدون سرسوهان برمیداریم، سرسوهان کاغذی. حالا اینا رو خط و خش میندازیم. اینا رو با چسب میچسبونیم به ناخن. یادتون باشه اینو همیشه نمیچسبونیم ته ناخن، میچسبونیم این قسمت سر ناخن، بالای ناخن. خب اینا میبینه که سرشون مستطیلیه و من گرد میخوام، بادومی میخوام و باید شیپ بدیم، شکل دهی کنیم، فرم دهی کنیم. سوهان میخوایم. این یه سوهان سفتره نسبت به این یکی. این باز نرمتره، این سفت و سخت تره. ببخشید. و به خاطر اینه که مثلا راحت تر و سریع تر فرم دهی کنه و زیاد مثلا وقت رو نگیره. من میخوام این شکلی تیز و بادومیشون کنم. Let's go. خب من این تیپ ها رو گذاشتم، الان همه یه دست شد. حالا میریم سراغ مواد گذاری پودر. خب ولی قبلش باید حتما ضد قارچ و پرایمر رو بزنیم به سطح ناخن. البته این پرایمرش چون اسیدیه نباید به ریشه ناخن بخوره، ولی اینو میتونیم بزنیم. البته این الان نمیخوام، حواسم نه. چرا میخواد؟ اون بیسه که نمیخواد، اینو میخواد. خب بذارم اول اینایی که نداره رو بزنم، بعدش برم سراغ قسمت های دیگه. خیلی کم باید بزن. لیکوید خوشبو رو باز میکنیم. من پودر. خب آغشته به لیکوید میکنیم قلمو و بعد بسم الله الرحمن الرحیم یه کوچولو پودر برمیداریم، میذاریم این را پخشش میکنیم. اضافی پودر اضافی از قلم باید پاک کنیم، چون اگر بمونه خشک میشه توی قلم و قلم رو خراب میکنه.
پودر این دستم رو گذاشتم. حالا بریم سوهان کشیش رو انجام بدیم و با بافر روش رو نرم کنیم. من در لیکویدم ببندم که نپره. سلام. امروز روز دومی که من میخوام رو ناخونام کار کنم، چون که دیروز خسته بودم و استوب کردم کارو و گذاشتم برای امروز. و خب حالا ببینید که این شکلیه ناخونام و الان فقط میخواد که دیگه بریم سراغ بیس و رنگ و حالا رنگم میارم و همین دستگاه هم بزنم توی برق. میذارمش اینجا. رنگ احتمالا یه صورتی خیلی کم رنگ دارم، اونو میزنم. یه صورتی بیسه. آها اینه. خب بعد از اینکه فرم میدیم و پودر رو میزنیم و همه کارشو انجام میدیم، بعد از همه اینا اولین مرحله بیسه. باید قبل از اینکه لاکو بزنیم بیس بزنیم روی ناخن. بیس هم یه لایه براقه که چسبندگی داره و باعث میشه که هر نوع ژلی، حالا لاک ژل، بیس ژل که خودش نه، بیس ژل نه خودش نیست، آره هر نوع ژلی، چه چیز باشه، هارد ژل باشه، سافت ژل باشه، این ژل بیلدر ژل باشه، دیگه اسمش چی بگم، پلی ژل باشه، هر چی باشه ژل باشه، باید قبلش حتما این بیس بخوره. خیلی باید مواظب باشین، به هیچ عنوان نباید بخوره به این قسمت ریشه های ناخونا. اگه بخوره هوا میره زیرش و واقعا بد میشه. مخصوصا پودر، وقتی پودر رو میخواین بزنین اصلا نباید هوا بره، چون اصلا بلند میشه، یه چیز عجیب غریب ناجوری میشه. 30 ثانیه هم کافیه، حتی کمتر، بستگی به دستگاهتون داره. وقتی بیس رو میزنیم نباید جایی بخوره دستمون یا چیزی به مال روش، چون خیلی چسبناکه و میچسبه همه چیز بهش. خب حالا که ما بیس رو زدیم، بذار حالتون یکی دستمو بزنم، بعد من میرم یکی دستمو بزنم بعد میرم. خب بیس رو زدم، یه ذره براق شد. حالا بریم سراغ این بیبی پینک. خیلی کم رنگه، اگه بخوام یه ذره نشون بده خودشو باید چند بار بزنم. اصلا ملونی. دوباره خب الان بعد از 3 تا 4 تا لایه‌ای که زدم یه ذره رنگ گرفته، یه ذره، و میریم سراغ تاپ. چه سیف شده. حالا بازش کنم. تاپ به خاطر اینه که الان اینا چسبونکی و هر چیزی بهشون میچسبه. تاپو که میزنیم باعث میشه که لاک کامل چسبونکی بودنش از بین بره و خشک بشه و براقش میکنه. خب بالاخره تموم شد. همین یه کوچولو صورتی که میبینید و بعد از 3-4 لایه در بردم و این تموم شد. تاپشو زدم، الان خشکه.
حالا میخوام ببینم میتونم با این رنگ آبی یه ذره طرح روش ایجاد کنم. یه سری ایده دارم اما نمیدونم خوب میشه یا نه. میخوام الان امتحان کنم. اگر خوب شد خب میبرم تو دستگاه، میذارم که خشک بشه و اجرایش میکنم. اول یه ذره امتحانی میزنم ببینم اگه خوشم بیاد اون موقع نگهش میدم. چه شکلی کنم اصلا؟ این آبی هم خیلی کم رنگه. اونی نشد که میخوام. خوب بذار فرنچ هم امتحان کنم. تقریبا دارم موفق میشم و یه فرنچ خوشگل در آوردم. این انگشتم دارم میزنم و بعدشم این و دیگه فکر نکنم بقیه ناخونامو بزنم فرنچ. همجوری خوشگله. خب تموم شد. بریم نشونتون بدم ببینیم چی کردم. خب بچه ها این از نتیجهش. واقعا خیلی خوشگل شد. از چیزی که فکر میکردم خوشگل تر شد. همونجوری که دوست داشتم. هم خیلی ساده شد، هم یه طرح خیلی مینیمال خوشگلی داره. رنگش هم خیلی تو چشم نیست. البته من خودم رنگای تو چشم رو دوست دارم ولی خب این چون خیلی بلنده دیگه گفتم فعلا نه. بعد خب الان بهاره و خب این رنگ خیلی بیشتر به بهار میاد. این دوتا رنگ، همین آبیه همین صورتیه. و خب در کل خیلی طول کشید و واقعا خسته شدم ولی ارزشش رو داشت. اوکی فعلا تا ویدیو بعدی.